بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درس تجوید را از کتاب تجویدی نوین دوام می‌دهیم. مخرج حرف ضاد پهلوی زبان به دندانهای کرسی بالای چپ یا راست میرسد. در رسم با رنگ سبز اشاره شده است. ببینید دوستان، اینجا اسم پهلوی زبان به کرسی دندانهای چپ یا راست میرسد، با رنگ سبز اشاره شده است. اینچنین به هر دو طرف رسیدنش ممکن است. این حرف صفت استعلا دارد، یعنی قفس خوانده می شود. اکنون مثال های آن را می خونیم. با، بوی، بو، اب. وقتی که با سکون می آید حرکت کنید که قلقله نشود، اب نشود، این خطا است. اب زبان را می داریم در دندان ها، در کرسی دندان ها، تا که قلقله نشود. اب، اب، اود. اگر زبان را تیز گیریم، اب، اب، اود، این خطا است، چون که ما به این صفت قلقله دادیم. زبان را می داریم. اب، اب، اود. اضحک، یضحک، ضرب، ضرب، ضع، ضار، یضور، ضیر، ضیف، عضل، عرض، نضرب، مضرب، اضرب، ضبط، ضعف، اضطرب، یضطرب، استضعف، یستضعف. حرف بعدی حرف لام می باشد. مخرج حرف لام نوک زبان به ریشه دندانهای پیش بالا می رسد. هنگام تلفظ لام مفخمه یعنی قفس، قفای زبان برداشته می شود و هنگام تلفظ لام مرققه یعنی باریک، قفای زبان برداشته نمی شود. نگرید بر رسم، ببینید. قفای زبان هنگام تلفظ لام مخففه برداشته می شود و هنگام تلفظ لام مرققه یعنی باریک قفای زبان برداشته نمی شود. این است فرق بین لام مفخمه و مرققه، ولیکن مخرج آنها یک است. نوک زبان به ریشه دندانهای پیش بالا می رسد و حرف لام تنها در یک کلمه قفس خوانده می شود. در کلمه الله، اگر پیش از این کلمه فتحه یا دمه آید، الله، لام قفس خوانده می شود و در همه جا باریک خوانده می شود. می گذاریم به مثال های حرف لام. ل، لی، لو، ال، 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 الزم، یلزم، لزم، لزم، لن، لام، یلوم، لیم، بل، لم، کل، نزل، ینزل، انزل. هنگامی که حرف لام با سکون می آید حرکت کنید که قلقله نشود، انزل نشود، زبان را تیز از کام نگیرید. انزل، زبان را داشته آواز را تمام کرده بعد میگیریم. انزل، انزل، این خطا است.
دوامش. اکل، اکلت، اکلنا. بلبل، تزلزل، یتزلزل. میگذاریم به حرف بعدی، حرف نون. مخرج حرف نون نوک زبان به ریشه دندانهای پیش بالا می رسد. کمی پایانتر از مخرج حرف لم و قسمی از هوا از دماغ می براید. ببینید دوستان، ان، وقتی که ما ان میگوییم نوک زبان به ریشه دندانهای بالا می رسد. نه، نی، نو، ان. در اینجا نیز حرف نون وقتی که با سکون می آید حرکت کنید که قلقله نشود، ان نشود. زبان رو تیز نمی گیریم. صدا رو تمام کرده زبان رو بعد می گیریم. ان، این، اون. انزل، ینزل. نقل، نقل. نیل، ناب، ینوب، نیبو. زین، من، من. نم، انت، نمت. انتم، نمتم. نزروا، نزنوا. امرنا، امررنا. میگذاریم به حرف بعدی، حرف را. مخرج حرف را نوک زبان به سرشوی کام می رسد، کمی قفاتر از مخرج حرف نون. هنگام تلفظ رای مفخمه یعنی قفس، قفای زبان برداشته می شود و هنگام تلفظ رای مرققه یعنی باریک، قفای زبان برداشته نمی شود. نگرید بر رسم، ببینید نوک زبان به سرشوی کام می رسد و در وقتی تلفظ حرف رای قفس قفای زبان برداشته می شود و هنگام تلفظ رای باریک قفای زبان برداشته نمی شود. نگفته نماند که حرف را اگر با فتحه و با دمه آید قفس خوانده می شود، را، رو. و وقتی که با کسره آید باریک خوانده می شود، ری. اکنون مثال های آن را می خوانیم. را، ببینید رانه، را قفس خوانده می شود. ری باریک خوانده می شود. رو قفس خوانده می شود. ار، ایر، اور. ارسل، یرسل. رأی، رؤیة. رزق، رازق. روح، ریح. مریم، منبر. رمز، طرف. مربط، مريض. كريم، مغرب. اصطبر، يصطبر. انفطر، ينفطر. سوال ها برای سنجش. یکم، مخرج حرف داد کجاست؟ دوم، مخرج حرف لام و نون کجاست؟ سیوم، مخرج حرف را کجاست؟ و چهارم، کدام از این حرف ها صفت استعلا دارد؟ وظیفه خانگی مثال های حرف های گذشته را حداقل 3 مرتبه خوانید و جایهای اساسی آن را در دفتر کاری خود نویسید. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.